ما مردا امیال از بیغیرتی قرار ششتیم، اما بی بی سمیه اولین شهید اسلام در مقابل ابو جهل استاد شد. حالا امیال یک مرد ترامپ گیر کنه، ترامپ برش بگویه که از اسلام منکر شو. وقتی مسلمان رو ببینیم تو لرزه انکار صحیح نه؟ اما ابو جهل ما و تو ترامپ نام داره. ابو جهل او وقت، اما او وقتی نمی زن در مقابل کی قرار گرفت؟ اما ابو جهل گفت میکشمت، پیشرویش بچهش لط کرد و کت سیخای آتشی شورش پیشرویش زدن میکرد. اما ای گفت که لا اله الا الله. بس اینالیا ایواز که معرفی بکنه که سعی که در اسلام این تو زنهای با شخصیتی هستن که از مردها کرد، از موتو کرد. میاله بی بی سمیه رو بیش بلند است.